evening. Assalamu alaikum دوستای عزیز. خوش آمدین به صنف انگلیسیتون. This is English class lesson 2. The course name is Alphabet and First English Words and my name is Nilofar Yusufzai. صنف انگلیسیتون است. درس دوم به ادامه درس اول که قبلا پست کردیم و نام از این کورس ما الفبای انگلیسی و کلمات اولی انگلیسی می باشه. Our level is complete beginner. Duration is 60 minutes. Teacher Nilofar, and this course is for Afghan girls, especially during online classes from Monday, twice in a week, Monday and Wednesday at 8 o'clock Kabul time. لول ما مکمل بیگینر یا ابتدایی می باشه. برای 60 دقیقه روزای دوشنبه و چهارشنبه ساعت 8 صبح به وقت کابل برای دختر خانم های افغان است. درسای ما رو پری ریکارد کردیم به خاطر مشکلات اینترنتی که در افغانستان وجود داره. بسیاری از دوستای ما مسیج میکنن که اینترنت ندارن و علاقه‌مند هستن که درس‌ها رو داشته باشن. به خاطر درخواست شما درس‌ها رو پری ریکارد کردیم و در یوتیوب اپلود میکنیم. خواهشاً لایک کنین، کامنت کنین، چه سوال دارین بپرسین، به خاطر که ما یوتیوبر نیستیم و هدف ما یوتیوبر بودن نیست، بلکه ما یک اکادمی تدریسی هستیم. اما نظر به مشکلات اینترنتی که در افغانستان است مجبوراً صنفا را پری ریکارد کنیم و یک وقت بسیار زیادی از خودم و همکارای تکنیکی اکادمی الفهری صرف میشه بر ساختن از این ویدیوها. اگر حداقل 10 تا 15 نفر این ویدیوها را ببینن باز وقت میفهمیم که این وقت ما به جای صرف شده. پروگرام ما توسط اکادمی الفهری که یک اکادمی خیریه می باشه تهیه شده و تمام سپورت ها از طرف اکادمی الفهری می باشه. اکادمی الفهری کورس های رایگان انگلیسی، اناتومی، کامپیوتر ساینس، آیتی و پروگرام های کامپیوتر را شروع میکنن. ان قریب در نظر گرفتن و صنف های انگلیسی و اناتومی از قبل شروع شده. دوستای عزیزی که علاقه‌مند باشن میتونن به اکادمی تماس بگیرن. صنف های انگلیسی و صنف های اناتومی در حال جریان است. Today we do greeting, names, how are you, age and numbers from 1 to 10. امروز ما گریتین یا اول پرسی را میخوانیم. در او شامل است نام یکدیگر را پرسان کردن، احوال یکدیگر را پرسان کردن و سن و ساله و اعداد میخوانیم از نمبر 1 تا 10. Let's review. بیاین که با هم مرور کنیم. در صنف اول ما فقط الفابت خواندیم. یک موضوعی که خواندیم What's alphabet؟ الفابت چی است؟ همون حروفی که یک لسان تشکیل میده، ساختار یک لسان میسازه، او را الفبا میگیم. So the alphabets are the basic letters that make a language readable and writable. How many letters are there in English alphabet? چند تا حرف وجود داره در لسان انگلیسی؟ We read 26 letters are present in English. 26 حرف وجود داره در لسان انگلیسی. Can you sing the alphabet song? براتون خواندن که الفابت مونده بودم در درس قبلی. خدا کنه گوش کرده باشین و یاد گرفته باشین که اما خواندن اگر که گوش نکردین دوباره رفته گوش کنین. وقتی که الفابت سانگ یاد بگیرین در ذهنتان میمونه و در جریان درس ها حروف خوانده میریم مکمل یاد میگیرین. الفبای ما رو که خواندیم A, B, C. در اینجا کدام حرف میآید؟ خدا کنه دی گفته باشین. A, B, C, D, E, F, G, H. خدا کنه آی گفته باشین. J, K, L, M, N, O. ای رو من گفتم پیش از پیش. P, Q, R, S, T. U, V, W, X, Y, and Z. باید هر جایی که خانه خالی باشه در امتحان مثلا این رقمی یا خانه خالی می باشه بتونین حروف جایگزین کنین. باز وقت میفهمین که حروف مکمل یاد گرفتین.
درس اول ما greeting احوال پرسی. اولین باری که میبینیم مثل که ما میگیم سلام علیکم، در انگلیسی چی میگن؟ hi, hello, hey. اگر officially باشه، رسمی باشه، گوش میکنیم good morning, good afternoon, good evening. در درس بعدی میخونیم یا که hello سلامشان hello. در جوابش میتونین hello بگین یا hi, hey. اما غیر رسمیش اکثرا های میگیم، مثل که دوست ما رو میبینیم یا صنفی ما رو میبینیم یا کسی از ما خورتر میباشه و های هی، این سلام علیکیشون است. hello hello hi hi hey hey hello how are you hello hello hi hi hey. What's your name? What is your name? What چی is است your است تو name نام. What is your name? نام تو چی است؟ What is your name. What is your name? نام تو چی است؟ My name is Aisha. نام ما عایشه است. or و یا میتونیم گفته I'm Aisha. ما عایشه هستم. My name is Aisha. My اسم name نام is است. Aisha. I am ما هستم Aisha. What's your name? My name is Aisha or I'm Aisha. در نوشتار و گپ زدن انگلیسی کوشش میکنیم خلاصه کنیم کلمات با یک جای کردنشان که آسانتر و زودتر گپ زده بتونیم و همینطور نوشتار. مثلا ما نمیگیم بیایید که برویم، در فارسی نه بیاین که بریم، خلاصش میکنیم. ولی در فارسی نوشتار ما کتابی است، میشه کتابی مکمل نوشته میکنیم. در انگلیسی نوشتارشان هم خلاصه میشه. به جای what is می نوشته که میتونیم what's خواندن میشه what's. آیا پس میکنیم به جایش میخوانیم what's. به جای what is خلاصه گفته میتونیم what's. به جای my name is میتونیم بگیم my name's Aisha. my name is من میتونیم گفته اما more natural طبیعی تر و آسان تر گپ زدن میگیم my name's Aisha. این رقم در اینجا خواندیم What is your name؟ در اینجا خلاصیش میکنیم What's your name؟ My name is Aisha or میگیم My name's Aisha. اینجا گفتیم نه My name's Aisha or I'm Aisha. How are you؟ How چطور؟ are هستی you شما. How are you؟ چطور هستین شما؟ Hello, how are you? سلام، چطور هستین شما؟ Hello, how are you? سلام، چطور هستید شما؟ وقتی که من تکرار کردم میرم، در وقتی که من تکرار میکنم شما هم کوشش کنین از پشت من تکرار کنین و اگر میتونین ویدیو را پاس کنین و تکرار کرده برین تا زمانی که زبانتان عادی شود. I'm good. Thank you. من خوب هستم. تشکر. I am good. Thank you. من خوب هستم. تشکر. I am fine. من خوب هستم. Thank you. تشکر. I am great. من عالی هستم. هر کدام از این سیتا را جواب داده میتونی. اما تو که بجای what is what's بود، بجای my name is my name's بود، اون رقم بجای I am I'm خلاصه میکنیم. ایش پس میکنیم I am اینجا میگیم I'm نوشته کرده میکنیم. باز وقت چی رقم میشه؟ I'm good thanks. بجای thank you میتونیم بگید thanks. من خوب هستم تشکر. I'm fine thank you. من خوب هستم تشکر از شما. I'm great. من عالی هستم. اینجا کتاب ما را که چپتر اولش است فالو میکنیم. در چپتر اول my friends. چپتر اول ما my friends. my از ما friend دوست. friends دوست ها. گفته listen to the children. گوش کنین به اطفال. listen to the children. گوش کنین به اطفال.
اینجا سن مکتبشان است. این شاگردان امروز نه آمدن در سن مکتب، یکی دیگه خدا برای بار اول میبینن، از خاطر همراه یکی دیگه معرفی میکنن خدا. Hello، سلام. I'm Maria. من ماریا هستم. به جای I am Maria خلاصه گفتن I'm Maria. What's your name؟ نام تو چی است؟ بازی پسر بچه نامش بن است. Hello، I'm Ben. سلام، من بن هستم. Hello، I'm Ben. سلام، من بن هستم. این آقا پسر نامش مکس است. Hi، I'm Max. Hi، I'm Max. سلام، من مکس هستم. Hi، I'm Andy. این آقا پسر نامش اندی است. میگه Hi، I'm Andy. سلام، من اندی هستم. What's your name؟ نام تو چی است؟ این دختر خانم نامش سوفیا است. Hello، my name's Sophia. My name's Sophia. Hello، my name's Sophia. سلام، نام من سوفیا است. نام از این دختر خانم سارا است. سارا میگه Hi، my name's Sarah. Hi، my name's Sarah. سلام، نام من سارا است. ایناله براتان وایسش میمانم به خاطر که در امتحانای آیلز توفل و اینا که هستن صدا براتان میمانم، به خاطر که آشنا شو گوشتان، از خاطر من براتان صدای کتابم میمانم که گوشتان آشنا باشه برای کسایی که بعداً باز به خیلی ولایشان که پیشرفت بخواین امتحانای آیلز و توفل بشینن امتحانش بدن بتونن که حرفایی که در امتحان لسانینگ میمانن بتونن فهمیده گوششان آشنا شد با صدای اوریجنال نیتیو سپیکرز یا کسایی که طبیعی گپ میزنن باش صدا رو پیدا کنم. درس یکی. My friends. Hello, I'm Maria. What's your name? Hello, I'm Ben. Hi, I'm Max. Hi, I'm Andy. What's your name? Hello, my name's Sophia. Hi, my name's Sarah. یک بار دیگه براتون میمانم و دقت گوش کنین. My friends. Hello, I'm Maria. What's your name? Hello, I'm Ben. Hi, I'm Max. Hi, I'm Andy. What's your name? Hello, my name's Sophia. Hi, my name's Sarah. Now we will go to the next activity. Activity 1-4. در اکتیویتی بعدی ما میریم. فعالیت اول 4. Listen and read. Listen گوش کنید. And و read بخونید. Listen and read. گوش کنید و بخونید. Hi, how are you? سلام، چطور هستین؟ I'm fine, thanks. من خوب هستم، تشکر. Hi, greeting us. How are you? احوال پرسی میشه. I'm fine, good, thanks. هم تشکر کردن از اینکه احوال پرسیدن. اینجا میگم my name's Sarah. What's your name؟ نام من سارا است. نام خودت چیست؟ شما نام خودت بگین. My name's نیلوفر. اینال هر کدومتون نام خودت بگین. My name's Asal. My name's Zainab. Okay? In this slide, we are going to have a pair work where one student will have conversation with another student. Hello. Hi, What's your name? my name is Asya. How are you? I'm good, thank you. Thank you. You're welcome.
our next slide. In this slide, we are going to study about numbers. عدد numbers اعداد. اول خواندن اعداد تا 10 باید یاد بگیریم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Repeat after me. تکرار کنین بعد از من. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هم از شروع تا آخر، هم از آخر تا شروع برعکس هر دو رقمش رو باید یاد بگیریم. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. اینال نوشتنشان با حروف باید یاد بگیریم. Number 1 1 O N E 1 O N E 1. 2 T W O T W O 2. 3 T H R E E. وقتی دو تا حرف بود دبل میگیم. دبل یعنی دو برابر، دو دانه. 3 T H R double E 3. 4 F O U R F O U R 4. 5 F I V E F I V E 5. F I V E F I V E 5. 6 S I X S I X 6. 7 S E V E N S E V E N 7. 8 A I G H T E I G H T 8. جیش سایلنت است. جیش که اچ یک جای میشه و صدا نداره. جی اینجا 8 میخوانیم. 8 E I G H T 8. 9 N I N E N I N E 9. 10 T E N 10 T E N 10. اعداد مکمل حفظ کنین از شروع تا آخر و از آخر برعکس دوباره تا عدد اول که بتونین بشناسین. مثلا این حرفه که ببینین بفهمین که 3 سیوم است، 5 پنجم است. تکرار کرده برین تا زمانی که مکمل یاد بگیرین. حالا که اعداد یاد گرفتیم میتونیم حساب کنیم تا عدد 10. How many apples are there? چند تا سیب است اونجا؟ We will count together. 1 2 3. There are 3 apples there. سه دانه سیب است اونجا. How many cats are there? 1 2 3 4 5. 5 cats are there. 5 پیشکک است اونجا. How many apples were there? 3. How many cats are there? 5. Let's see the stars. Let's count the stars. بیاین که حساب کنیم ستاره ها را. 1 2 3 4 5 6 7. 7 stars are there. 7 دانه ستاره است اونجا. این حرف بخوانیم که کدام عدد است؟ 5 5 5 کدام عدد بود؟ 5. 6 6 کدام عدد بود؟ 6.
8 8 8 8 کدام عدد بود؟ 8. حالا که اعداد یاد گرفتیم میتونیم یک چیز دیگرم بپرسیم. اوکی، دی سلاید اول اعداد دوباره پرکتس میکنیم از روی کتاب ما. اینجا اکتیویتی 1-5 listen, point and repeat. گوش کنین، اشاره کنین، پوینت کنین و repeat تکرار کنین. صدای براتون میمونم، صدا رو گوش کنیم. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. اکتیویتی بعدی ما میریم گفته count and write the correct numbers under the pictures. count حساب کنین and و write نوشته کردن the correct numbers اعداد under the pictures زیر pictures تصویرها. اینجا سعی میکنیم کایتس گوتی پران 1 2 2 T W O ایناله teddy bear هم خرسکای خورترک میگن او رو حساب میکنیم. Eight, two, 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 8. من برای ماوس نوشته کرده هستم از خاطر کمک سخت است. انشالله که آی ملتفت میگیرم بر خود. A I G H T 8. backpack or book bag 1 2 3 4 5 6. S I X. skateboard حساب میکنین. وقتی که میخواین خودتان جواب پیدا کنین میتونین ویدیو را پاس کنین، جواب پیدا کنین، نوشته کنین، بعد از او چک کنین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now to write 10 T T E N. Now we see the sport cars. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. N I N E 9. Book because multiple books. 1 2 3 4 5 5 F I V E 5. اسپلینگ یا ایجی کردن تمام از این اعداد را از نمبر اول گرفته تا نمبر 10 را نوشته کنین و حفظش کنین. حالا که اعداد یاد گرفتیم یک سوال دیگر در وقت جور پرسانی میتونیم که او چی است؟ سن و سال. گرچه ما دخترها خوش نداریم اما بعضی وقتا پرسان میکنیم. How old are you؟ پرسان میکنیم how are you؟ چطور هستی؟ ولی میخوایم سنشو بفهمیم. How old are you؟ چند ساله هستی؟ How چند، old سند، are
بودن to be word هستید. you شما. how old are you تکرار کنید. how old are you چند سال دارین. how old are you چند سال دارین شما. how old are you I'm 10 years old. I'm 10 years old. I'm 10 years old. بخاطر دارم برای 10 خواندیم مکسیمم عددی رو نوشته کنیم. شما میتونین هر عددی رو که میخواین نوشته کنیم. من 33 سال هستم نوشته میکنم I'm 33 years old. I'm 33 years old. 20 ساله باشی نوشته میکنین I'm 20 years old. I'm 20 years old. اکتیویتی رو سعی میکنیم. Listen and read. گوش کنین و بخونین. How old are you چند سال داری تو. I'm 8 years old. I'm 8 years old. بخونین. How old are you چند سال دارین شما. I'm 8 years old. من 8 سال دارم. How old are you? How old are you? چند سال دارین شما. این به خاطر است که سن یک نفر پرسان کنیم. اوکی؟ اکتیویتی بعدی ما Listen and write the correct answer in the spaces. گوش کنین. Listen and write. نوشته کنین. جواب درسته در اسپیس خانه خالی ها. صدا رو براتون میمانم. Activity 1-8. I'm 8 years old. I'm 8 years old. از اینجا 8 I'm 7 years old. I'm 7 years old. اینجا سعی میکنم گوش میکنم که بخوانم 6 ما چند شنیدیم؟ I'm 7 years old. 7 پس میایه به اول. نمبر دوم گوش میکنیم. I'm 6 years old. I'm 6 years old. ویدیو رو پاس کنیم. I'm 10 years old. 6 از اینجا میگیریم میاریم به اینجا. نمبر 4 say I'm 10 years old. 10 آسان میاریم اینجا. این اکتیویتی را ویدیو رو پاس کرده استارت کرده انجام بده مثل که در صنف آنلاین انجام میدیم نوبت به نوبت. خب حالا میخوانیم درباره حروف ما. letters با معنای حرف ها یا حروف. امروز سه دانه میخوانیم. letter M A S M A S. این سه تا حرف ما را میخوانیم. صدای حروف به قسم یک آهنگ براتون درست کردیم. Aryan, what are we learning today? The alphabet. Can I learn with you? Of course. You can learn with us too. Ooh. Aryan, what's this? This is letter A. A has a sound. What sound? A makes a sound like or A. B makes a sound like ball. C makes a sound like call. D makes a sound like doll. What you wanna bet? You can learn the alphabet. E makes a sound like or E. F makes a sound like fly. G makes a sound like guy. H makes a sound like high. What you wanna
bet you can learn the alphabet. I makes a sound like A or I. J makes a sound like Jeep. Jeep. K makes a sound like keep. L makes a sound like leap. 26 letters, even more sounds help us to make our world go around. 12 down and 14 left, and then we'll know the alphabet. Let's keep it going. M makes a sound like mine. N makes a sound like nine. O makes a sound like or O. P makes a sound like pine. What you wanna bet? You can learn the alphabet. Q makes a sound like quack. R makes a sound like rack. S makes a sound like sack. T makes a sound like tack. What you wanna bet? You can learn the alphabet. What you wanna bet? You can learn the alphabet. U makes a sound like or U. V makes a sound like vet. W sounds like wet. X makes a sound like Y makes a sound like yap. Z makes a sound like zap. اولین حرف ما M. نام از این حرف که است M. همونطور که در اول گفتیم حروف انگلیسی حروف کلان و حروف خرد داره. upper case and lower case. حروف کلان، حرف کلان M ما به سه خط بالا نوشته میشه. به سه خط بالا نوشته میکنیم. از پایان شروع میکنیم، بالا میریم، باز پایان میاییم، باز بالا میریم، باز پایان میاییم. در یک قلم M کلان نوشته میشه. بعضی ها این رقم هم نوشته میکنن، این هم درست است اما این اصلیش است. و M خرد. M خرد در دو خط وسط نوشته میشه و یک قلم. یک قلم یعنی قلم ما رو ور نمیداریم. M کلان و M خرد. صدای M که است لبای خود با هم بسته میکنیم و گوش میکنیم که M بگیم. نام حرف ما M است. M صدایش حرف کلان ما به سه خط بالا نوشته میشه. حرف خرد ما به دو خط وسط نوشته میکنیم. حالا این دخترک براتون صداهای M در حروفی که M داره میگه. شما از بین حروفایی که این میگه سعی کنید کداماش براتون آشناست، حداقل 3 تا 4 تایش در ذهنتون بگیرید. ویدیو رو براتون میمانم. Sound. Min made a mistake. Min's milk missed the metal mug. Now, Mom makes Min mop up the mess. Let's hear it again. Remember, listen for the words that start with the sound Min made a mistake. Min's milk missed the metal mug. Now, Mom makes Min mop up the mess. کدام حرفا بر ما آشنا بود؟ حداقل 3 تا 4 تایش بگیم. کدام کلمات مثل مام، مادر، این مادرش است، مام صدا میکرد. مام، موپ تکه که داره زمین پاک میکنیم. ملک شیر. مک گلاس کافیش. مس اینی خرابکاری که میشه شیر چپم شده در اینجا. مید مجبورش کرد یا ساخت که این کارو بکنم. این ویدیو به خاطر ازیست که گوشتان با صدای M آشنا شود. همراه واول میخوانیم. حرفهای واول ما A, E, I, O, U.
همراه واول که بخوانیم ما، می، می، ما، مو. ایناله مام که بخوایم این کلمه رو بخوانیم این مام، مام، مام. ام، ام، ام. م، اس، اس، مس. کوشش کنین که ایناله مثل که اینجا من براتون به طور مثال نشان دادم اونم رقم ای کلمه های 3 حرفه و 4 حرفه و ای بغیره رو بخونیم. من، من، مات، مات، مپ، مپ. اینا ویدیو رو پاس کنین و اینا رو بخونین بر خود. مون، 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 مون. مهم نیست که معنای از این کلمات رو بفهمین، اما بخاطر که چشمتان گوشتان آشنا شده و میشه در یادتان بانه ما عکسایشان رو براتون ماندیم. من به معنای مرد است، مات به معنای فرش زیر پای است، مپ به معنای نقشه است. مون مهتاب، ما بعضیا مام میگن، بعضیا مامان میگن، بعضیا مادر میگن، بعضیا مامی میگن مادر. منت، منت، منت نعنا. مادر، مادر، مادر. من، مون، منگو، منگو. مانی، مانی، مانی. اینا کلشان با ام شروع شده. صدای ام باید اینال از بابات در کلمات که میآید بتونید صحیح تلفظ کنید. حرف بعدی ما ایس. این حرف ما نامش چیست؟ ای. ای. ای دسته ای کلان دسته خط بالا نوشته میشه. ای خورد در دو خط وسط نوشته میشه. چیز؟ ای. ای. صدایی که میکشه آ، آ. نام حرف ما ایست. صدایی که میکشه آ، صدای طولانی داره. آ به خاطر چی؟ به خاطر که حرف واول ماست، حرف صدادار ماست. آ. این حرف ما نامش ایست. به 3 خط بالا کلانش نوشته میشه، به 2 خط وسط خردش نوشته میشه و صدایی که میده آ. صدای مختلف تقریبا 9 صدا داره ای، اما آهسته آهسته میخوانیم. در این سر فقط همین یک صدای آیش میخوانیم. اینجا ای دختر خانم مقبول براتون کلمات رو میگه که با حرف ای شروع شده باشه. گوش کنین 3 تا 4 دانیشه از بینش یاد بگیرین و بعد از اینکه ویدیو استارت شد بگویید. For the words that start with the sound What's your address? Asked Alex. I'll send you a postcard for my adventures in Africa. I saw an actual alligator, active animals, and ants in action. Let's hear it again. Remember, listen for the words that start with the sound What's your address? Asked Alex. I'll send you a postcard for my adventures in Africa. I saw an actual alligator, active animals, and ants in action. Okay. Alligator, alligator, تمساح. Ant, ant, ant مرچه. Address, address, آدرس. همراه واول میخوانیم ا، ای، ای، آ، او. ا، ای، ای، آ، او. ant, ant مرچه. and ور. اد جمع کردن، انداختن. اینا مثلا ایره که بخوایم بخونیم صدای ای رو میکشیم ات،
یک نام است. بخوایم بخوانیم سم سم سم. ست ست ست. ششتن نام است. سیوم حرف ما حرف اس است. اس نام از اس است. نامش اس. در 3 خط بالا نوشته میشه اس کلان و در 2 خط وسط نوشته میشه اس خط. نامش چیست؟ اس است. در 3 خط بالا کلانش نوشته میشه و 2 خط وسط خودش. من برای ماوس نوشته که در استون برتان از خاطر یک کمک خراب میآید. باز عکساش برتان در گروه روان میکنم. میتونم نظم نوشته کنین اس کلان و اس خط. صدایی که اس میکشه دندانای ترنه یک جای میکنین و صدای اس میکشه. سعی کنیم ساوند استردی شه که این آقا پسر برتان کلمات را میگه که با اس شروع شده. 3 تا 4 حرف کلمه شه گوش کنین که حفظ کنین و بگوین. Sam is small, but that won't stop her from stealing the scene. Sam sings at school. Sam sings to spiders. Sam even sings to skunks. Let's hear it again. Remember, listen for the words that start with the sound S. Sam is small, but that won't stop her from stealing the scene. Sam sings at school. Sam sings to spiders. Sam even sings to skunks. نام کرکتر ما چی بود؟ سم. سم چی بود؟ small کوچک. در کجا میخوان؟ در stage. در stage که میخوان. stop استاد شدن. یعنی تو چند کلمه را اینا لا امرای واول میخوانیم. سا سی سی سا سو. سن سن sit sat sand song sing sound at sam sam sit sit. اینا له همراه خود دوباره از شروع تا آخر بخوانید. Quick quiz. What's your name? A. I'm good. B. My name is Sarah. C. I'm 20. کدام از این 3 تا درست است؟ What's your name? نام تو چیست؟ My name Sarah. How are you? چطور هستی؟ I'm fine, thank you. A. I'm Sarah. B. I'm 20 years old. C. کدامش درست است؟ How are you? چطور هستین؟ I'm fine, thank you. سیومش How old are you? اینجا گفته How are you? چطور هستین؟ How old are you? چند سال دارین؟ I'm good. My name is Sarah. I'm 20 years old. من خوب هستم. نام سارا است. من 20 سال دارم. و old سه نپرسم که بس C. I'm 20 years old. این بود درس امروز ما. برای کارخانگیتان اعداد از 1 تا 10 و دوباره از 10 تا 1 خواندنش یاد میگیریم. از 1 تا 10 نوشتنش یاد میگیریم. 2 تا. سوم این کانورسیشن تکرار میکنین همراه خود. Hello, what's your name? My name is Nilofar. How are you? I'm good, thank you. How old are you? I'm 33 years old. و اگر وقت زیادتر داشتین کوشش کنین این کانورسیشن همراه برادر و خواهر خردتر و بزرگترتان انجام بدین و همینطور نوشتنش یاد بگیرین. نوشتنش زیاد مهم نیست به خاطر که حروف خلاص نکردین، اما خواندنش پرکتیس کنین.
Thank you. Any question. تشکر. Any question. اگر کدام سوال داریم. در صنفای آنلاین من همین قسمت سوالاتتون رو جواب میدم، اما چون اینجا ریکارد شدگی است میتونین در قسمت کامنت ها سوالایی که دارین، نظریاتی را که دارین، کدام پیشنهاد به متد درس خواندن و ویدیوها دارین میتونین برام بگین. ما براتون کلش را جواب میدم. هفته یک بار کوشش میکنم که در کامنت های یوتیوب که اکادمی الفهری برام روان میکنن و ببینم جواب بدم. این جمله است که میخوایم همیشه به یاد داشته باشیم و تا آخر صنف دهم تا 12 ما این مکمل جملات میفهمیم. We don't need to learn English in one day. ما ضرورت نداریم که انگلیسی را در یک روز یاد بگیریم. We just need to learn a little more every day. ما ضرورت داریم که یک کمی بیشتر، یک حرف بیشتر، یک کلمه بیشتر هر روز یاد بگیریم. تشکر از اکادمی الفهری که یک اکادمی خیریه می باشه و برای ما یه شرایط مساعد کرده که درس بدیم و شما که یاد بگیریم. وقت خوش می خوایم. با امید دیدار در صنف آینده. خداحافظ.